بادیگاردهای رئیس جمهور روسیه یعنی ولادیمیر پوتین از حرفه‌ای‌ترین و آموزش دیده‌ترین نیروهای امنیتی دنیا هستند. این تیم شامل مردان و زنان با تجربه و مهارت‌های بالا در زمینه‌های مختلف امنیتی و نظامیه. محافظای پوتین تحت نظارت سرویس امنیتی فدرال روسیه یعنی FSO کار می‌کنند و وظیفه اصلیشون حفاظت از جان رئیس جمهور و تضمین امنیتش در همه شرایط. سلام دوستان، اینجا کانال دانستنی‌های تاریکه و من خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردم. محافظای پوتین باید از آمادگی جسمانی خیلی بالایی برخوردار باشند. اونا به طور منظم در تمرینات فیزیکی و ورزشی شرکت میکنن تا بتونن در شرایط مختلف بهترین عملکرد رو داشته باشن. این بادیگاردها باید توی تمرینات قدرتی و استقامتی و رزمی و همچنین تیراندازی بالاترین سطح نمره و آمادگی رو داشته باشن. این تمرینات شامل وزنه برداری و تمرینات مقاومتیه که به افزایش قدرت عضلانی و استقامت بدن کمک میکنه. دویدن، شنا و دوچرخه سواری از جمله ورزش‌هایی هستند که برای افزایش استقامت قلبی و عروقی و همچنین بهبود عملکرد تنفسی انجام میدن. این بادیگاردها باید در هنرهای رزمی مختلف مثل جودو، کاراته و سامبو مهارت داشته باشند. این تمرینات بهشون کمک میکنه تا در مواقع ضروری بتونن سریع و با کارایی بالا واکنش نشون بدن. مهارت در استفاده از انواع سلاح‌های گرم و سرد یکی از الزامات اصلی برای محافظای پوتینه. اونا به طور منظم در تمرینات تیراندازی شرکت میکنن تا دقت و سرعت عملکرد خودشون رو بهبود ببخشن. و اما تمرینات تاکتیکی، این تمرینات شامل شبیه سازی شرایط واقعی و تمرینات گروهی برای هماهنگی و همکاری بهتر در مواقع بحرانی. محافظای پوتین علاوه بر آمادگی جسمانی باید از ویژگی‌های روانی و شخصیتی خاصی برخوردار باشند. اونا باید بتونن در شرایط استرس‌زا و بحرانی سریع تصمیم گیری کنن و واکنش نشون بدن. همچنین توانایی کار تیمی و هماهنگی با دیگر اعضای تیم از اهمیت بالایی برخوردارند. بادیگاردهای رئیس جمهوری روسیه با تمرینات فیزیکی و روانی سخت و مداوم همیشه در بهترین شرایط آمادگی قرار دارند تا بتونن امنیت رئیس جمهور رو تضمین کنند. این تیم با استفاده از تکنیک‌ها و تجهیزات پیشرفته یکی از حرفه‌ای‌ترین تیم‌های حفاظتی در جهان محسوب میشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو رو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.